میخوام دعوت بکنم از یک کمدین قند عسل که مطمئنم هممون هم باهاش خیلی خندیدیم هم خیلی دوستش داریم، علی صبوری. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. خب خدا رو شکر. منم حالم خوبه. خدا رو شکر. خوشحالیم. خوبی؟ خب تولد خندوانه است، 7 سالگیشه. بله. مبارک بشه. متشکریم. امروز موضوع چون تولده، میخوام راجع به تولد صحبت کنم. یکی از رکنای مهم هر تولدی کیک تولده. قبلا کیک‌های تولد به اشکال مختلف بود. مثلا یک کیکی که خیلی مد بود، کیکایی بود که شبیه زمین فوتبال بود. یه زمین سبز داشت، 2 تا دروازه داشت، 4 تا پرچم کرنر، یه سری بازیکن که از جنس خامه بودن با یک داور پلاستیکی. هر موقع ما می‌خواستیم این کیکو برش بدیم و بخوریم، بین خانواده‌مون بحث جالبی شکل می‌گرفت. مثلا عموم میگفت دایره وسط زمین رو من می‌خورم. عمم میگفتش که من عاشق خامم، محبت جریمه رو بدیم من بخورم چون خامش بیشتره. بعد شوهر خالم هر موقع کیکو می آوردن انگشتشو تا ته فرو می‌کرد تو نقطه پنالتی. میگفتم این چه کاریه؟ میگفت دستمالی کردم کسی نخوره. بابا بزرگم عاشق هافک بود. میگفتش که چربیش کمتر، سالمتر از بقیه است. بعد دایم بد غذا بود، فقط دفاع راست میخورد. یه بار بهش مهاجم دادیم، خیلی حالش بد شد. شوهرم هم هر موقع بهش کیک تعارف میکردیم میگفت که میل ندارم، بی زحمت داور واسم بذارین تو ظرف یه بار مصرف، شب میرم خونه میخورم. شاید واسه تو سوال پیش بیاد که داور پلاستیکیه چجوری میخوردش. این بزرگترین سوال خانوادگی ما هم هست. بعد یه بار بابام اشتباهی دفاع داییمو خورد. داییم ناراحت شد، گفت حالا که دفاع منو میخوری مهاجمتو میخورم. که رفت حمله کرد سمت بابام مهاجمشو بخوره. من برای چه جداشون کنم تک زدم سمت داییم، مونتا چون فرش زیرم بود زدم به پسر داییم که یویی با بزرگم سوت زد، بلند شد کارت قرمز رو نشون داد، گفت اخراج، از حضور تو 2 تولد دیگه هم محرومید. خلاصه بین ما و خانواده داییم کدورت پیش اومد. دومین چیزی که تو تولد خیلی مهمه اولویه است. یعنی جشن تولد ایرانی بدون اولویه اصلا معنی نداره، باید اولویه باشه حتما. تقریبا سنت شده. یعنی بابام یه شب اومد خونه، گفتش که زنگ زدم به همه فک و فامیل امشب بیان، میخوام برای مامانتون تولد بگیرم. گفتم بابا چه عاشقانه، تولد مامان 5 ماه دیگه است، اینقدر زود داری میگیری، میخوای سورپرایزش کنی؟ گفت احمق سورپرایز چیه؟ از اولویه دیشب اضافی اومده. نمیخوام حیف و میل شه، گفتم که فک و فامیل بیان بخورن یه کادو هم بگیریم. بعد یه شب تولد پسر داییم بود، بابام گفتش که یه ماشین کنترلی بخریم بریم اون کدورت هم از بین بره. رفتیم تولد پسر داییم، یهویی بابام برگشت سمت من گفت پیس پیس. من متوجه نشدم. داییم گفت چیزی شده؟ گفت نه موز لای دندونم گیر کرده. دوباره بابام برگشت گفت پیس پیس. من متوجه نشدم. داییم گفتش چیزی شده؟ گفت نه موز دارم میخورم لای دندونم گیر کرده. دوباره بابام گفت پیس پیس. داییم گفتش تا موزامونو تموم نکرده جواب شده. که برگشتم گفتم چی شده؟ گفتش که امشب اینا سنت رو گذاشتن زیر پا، به جای اولویه قرار پیراشکی بدن. گفتم حالا چه اشکالی داره؟ گفت یه بلایی سر داییت بیارم. گفتم باز میخوای دفاعشو بخوری؟ گفت نه یه بله بزرگتر. گفتم میخوای هافبک بابا بزرگو بخوری؟ گفتش نه یه بله بزرگتر. گفتم چیکار قرار بکنی؟ گفتش که نصف کادو رو برو یواشکی بردار. گفتم یعنی ما الان بریم کنترل برداریم، ماشین کنترل بدون کنترل بهش بدیم گناه داره؟ گفت نه ماشین رو بردار کنترل خالی بهش بدیم. که موقع باز شدن کادوها شد، کنترل در آوردن. گفتم این یعنی چی؟ که بابام رو کرد به پسر داییم گفت ببین پسرم،
این کادو استعاره‌ایه. نماد اینه که در کشتی زندگی در مقابل ناملایمتی‌ها و سختی‌ها و رنج‌ها و طوفان‌ها بتونی کنترل زندگی رو بر عهده بگیری که یهو همه مغرورانه دست زدن، بلند شدن و پرتمون کردن بیرون. امشب خیلی تماشاچی گرم و سر حال و قبراقه. نه اینا رو خودم آوردم یه سه تا بچه‌ها دست زنن آوردم. این سه تا آره اینا دونه 200 واسم آب خورده. چقدر؟ نه دونه 200 تومن. بله. 2 تا بچه‌ها رو اینا همراهای تو هن؟ بله اینا من آوردم دست. من میگم خدا تو هر چی میگی چرا همه دست میزنن؟ ما همه جوگیر شدیم دست میزنیم. شما این دارین دست میزنید؟ تا الان اندازه 50 تومن زدن 150 دادم. اون 2 تا آوردم خنده کنن. کدوما؟ بله. شما خنده کنید؟ بله. اینا 180 گرفتن قبلا توی مسابقات خنده‌وانه 80 میگرفتن الان 100 گرون کردن. 180 گرونه خب. چون بله بفرمایید. شما کلکش هستم. چی هستی؟ کلکش هستم. کلکش هستم. نه این واسه استندآپایی که تو عروسی انجام میدم اشتباه امشب گفتم بیا. تو عروسی باید بیام ببخشید. من برم. بله بفهم. این هزینه کنسلی ما رو بدیم. من یه کلکشی کنسلی ببخشید میگه چی سب کنید چون میکروفون نداری اینجا بگو. من کلکشم هزینه کنسلی ما رو بدیم ما بریم. کلکشی آقا کنسلی داره؟ آره بیکارم مگه باشم بیام اینجا. آقا بیکار بودی کلکش شدی دیگه. با کار بودم چی میشدم؟ این قسمت رو خود بچه‌ها دست دادم به این نبود. به اون بر من فقط اونا رو گردن میگیرم. این واقعی بود. حالا شما اگه بزنید بیرون با هم حساب میکنید. اوکی شما الان بیکاری کلکش شدی. با کار بودم چی میشدم؟ با کار بودی میشدی کمدین. کمدین خوبه. الان هم آقا بحث این چیزا نیست وسط استندآپ. اگه من میگم دوست داری استندآپو ببینی که میدونم دوست داری که لطف کن بشین ببین، اگه دوستم نداری که میدونم دوست داری برو. حالا یه کل بکش بعد برو. بکش برو. کلکش نشیده بودم. طرف فقط میاد میگه خوبه. حالا خوبه. اصلی بعد میارمش. آره ما مشکلاتمون به اینجا ختم نمیشد. تولد خانوادگی یا همسایه‌ها زنگ میزدن گزارش میدادن به برادران محترم نیروی انتظامی، میومدن ما فرار میکردیم. اینا هی میومدن هی ما فرار میکردیم. یه بار با خودم فکر کردم دیدم آقا اینا که دارن میان ما هم که داریم فرار میکنیم چرا با فامیل خودمون تولد بگیرم، با فامیل بقیه تولد بگیرم. که با فامیل بقیه تولد گرفتم، برادران محترم نیروی انتظامی رسیدن. گفتش چی میشه یه توضیح بدی؟ گفتم بابا کنجا سرمان اینا خانواده من، ایشون مامانمه، این عممه، اون خالمه، اون زنداییمه، اون زنمومه، اونم مامانمه. گفت مامانو 2 بار گفتی. گفتم که من ببخشید من 2 مادره هستم. بابام 2 بار ازدواج کرده، اصلا تولد میگیرم که این رنج رو فراموش کنم. گفتش که اون آقا پسره کیه؟ گفتم اون آقا پسر نیست اون بابامه. گفتش که چقدر جوون مونده. گفت این اصلا تو اون 2 تا نبود. گفتم این مامان سوممه. مامان اصلیم گفته که این بد اخلاق آدم حسابش نکن. گفتش که مامان اصلیت کدومه؟ گفتم ایشونه. گفت شونه 4 تا. گفتم دستم بزنید لطفا. بعد بابامو چون به سن قانونی نرسیده بود بردن کانون اصلاح تربیت. منم بردن زندان دیگه. دوباره تکرار شد سال دیگه، دوباره برادران محترم نیروی انتظامی تشریف آوردن. گفتم جناب سربان شما پارسال اومد من همونیم که یه وانت مادر داشت جا بردی؟ گفت بله. گفتم باور کن این سری دیگه خانواده‌مه. یه نگاه کرد گفتش که تو خانواده‌تون چرا مرد وجود نداره؟ گفتم که اول مجلس به خدا من اینا با من نیست. اینا رو گفتش که چرا تو خانواده‌تون مرد وجود نداره؟ گفتم که اول مجلس زنونه است، آقایون شب موقع شام میان. گفت پس تو اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم من عادت دارم شامو سر شب بخورم.
زود بخوابم اذیت میشم. که دیدم ای بچه‌ها کلانتری می اومدن، ای ما رو میگرفتن، می اومدن ما رو میگرفتن، دیگه لطف کردم به اون شماره اشتراک دادم. ما هم برای که لطفشون جبران بشه از رو کلید خونه زدیم دادیم بهشون که دیگه زنگ نزدم بیان تو. که کلید مینداختم میومدن تو، کلید مینداختم میومدن تو، هم میگرفتن. یه بار دیدم زنگ آیفون رو زد، برداشتم گفتش که ما این بیام پایین. گفتم بیام بالا دیگه. گفت نه ماشین رو بعد جای پارک کرد. جریمه اون میکنم. بعد گفتم شماره موبایلش رو بگیرم که راحت تر بشه. شماره موبایلش رو گرفتم. یه بار دیدم زنگ زد گفتش که داداش ما داریم میگم چیزی لازم نداریم. گفتم که نه. گفت از 5 دقیقه دیگه حاضر به شما میرسه. یه بار دیدم وای خدا خیلی نیومدن، خیس عرق شده. نگران شدیم. من زنگ زدم گفتم داداش ما شروع کردیم داریم میکوبیم چون نمیام. گفت تو ترافیک اتوبان جمرانیم. گفتم بعد بزرگه مدرس بندازی. گفتش یکم دیر میشه. گفتم نترس من لفتش میدم ما هستیم بیا. یه بار زنگ زد گفتش که ماشینمون خراب شده میتونی تاکسی بگیری بیا. گفتم تعداد زیاده بعد اتوبوس بگیرم. بعد گفتش بگیر. گفتم هزینه‌اش زیاد میشه. گفت بگیر من حساب میکنم. بعد دیدیم آقا اینا رفت و آمدشون زیاد شده به خونه ما. گفتم گناه دارن. یه بار تولد تو کلانتری گرفتیم. یه روز نشسته بودم تو خونه دیدم یهویی در باز شد. گفتم جناب سرور من تولدم فرداست، الان یه شب زودتر اومدی. گفت من خودم فردا تولد دعوتم. اگه میشه که امشب بگیرمت. گفتم بفرمایید. بعد دیدم یه مدت اسمس نمیده اینا، زنگ میزدم ریجکت میکرد و اینا، یهویی برداشت. گفتم معلوم از کجایی؟ نکنه پای یه تولد دیگه در میاد. گفت نه. گفتم اگه راست میگی بیا منو بگیر. تو نسبت به احساسات من مأموری. که قطع کرد و من افسرده همطوری نشسته بودم تو خونه. گفتم بذار برم آمار در بیارم کی گزارش میداده و اینا. رفتم زنگ همسایه رو زدم برداشت گفت آشغال. گفتم نه واسه آشغال نیومدم. گفت نه خودتون میام آشغال. زنگو چرا محکم فشار میدی؟ گفتم ببخشید شما گزارش میدادین به پلیس؟ گفت نه. زنگ واحد بغلی زدم گفت آشغال. گفتم که زنگتون محکم فشار دادم. گفت نه میگم اومدین آشغالا رو ببرین؟ گفتم نه. گفت اومدین ماهیانه آشغالا رو بگیرین؟ گفتم آره. که ماهیانه رو بهم داد خیلی جذبید. بعد دیدم از یه واحد داره صدای موزیک میاد. گفتم که اینا تولد دارن، اینا حسادت میکنن خودشون گزارش دادن. که در زدم دیدم داییمه. گفتم ای دایی سلام شما اینجا چیکار میکنین؟ اجازه میدین من بیام داخل کدورتا رفت بشه؟ گفت نه. گفتم میخواین آشغالاتون رو ببرم؟ گفت نه. گفتم میخواین آشغال واسهتون بیارم؟ گفت نه. گفتم آشغال. گفت چی؟ گفتم یه آشغالی ما رو داره لو میده میخوام ببینم چیه. که یویی با چشاش اشاره کرد دیدم یه خانم موجه در حالی که یه عالمه پلاستیک میوه دستش بود داشت میرفت سمت یه واحد. گفتم برام کمک کنم. رفتم پلاستیکا رو گرفتم و گذاشتم تو خونه‌ش رو. بعد بهش گفتم خانم ببخشید یه سوالی دارم جسارتا شما گزارش میدادین پلیس بیاد؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت سر صدا اذیتم میکرد. گفتم خب چرا شما باید گزارش بدین؟ گفتش که صدای شما رو نمیگم صدای اونا رو میگم. گفتم منم یه خری مثل اونا. گفتش که نه اشکال نه. گفتم بزنین من برای اینکه حسن نیتمو بهش ثابت کنم زنگ زدم پلیس داییم اینا رو لو دادم. من گفتم میشه اسمتون رو بپرسم؟ گفت من اسمم گلچینه. گفتم فامیلیتون؟ گفت تکاهنگ. گفتم قبلا شما رو یه جا دیدم. گفت کجا من دیدی؟ گفتم تو ضبط ماشینا. که گفت چقدر شما بامزه این. گفتم الکی میگین؟ گفت جدی میگم خیلی بامزه این. گفتم شوخی میکنی؟ گفت جدی میگم واقعا آدم بامزه هستی. گفتم داری دروغ میگی؟ گفت جدی میگم. گفتم زر نزن دیگه چاخان نکن. که یوی در رو روم بس. اما یه چیزی بین من و اون یادگار موند. این ناخن انگشتم لا در گیر کرد افتاد اون ور. فکر کنم هر موقع نگاه میکرد یاد من میافتاد. برگشتم اومدم بیام سمت واحد خودمون یوی برقا رفت. اونور اینطوریه که برقا میره طرف میشینه رو کاناپه میدونه 2 دقیقه دیگه برق میاد اسپرسوشو میخوره. ولی تو ایران که برق میره اولین واکنش هممون اینه برو ببین برقا همسایه‌ام رفته یا نه. گاز قطع میشه میگم برو ببین مال همسایه‌ام قطع شده یا نه. من بابا بزرگم فوت شد گفتم برو ببین بابا بزرگ اونم فوت کرده یا نه. یه زنگ زدم اورژانس که سریع رسیدن و بابا بزرگمو بردن
موقعی که داشت میرفت هیچ وقت یادم نمیره، بارون میبارید، ما از پهنای صورت اشک میریختیم، همگی وایستاده بودیم گریون و برای با بزرگ دست تکون میدادیم و باش خدافظی میکردیم. اونم واسه ما دست تکون میداد و میکوید به شیشه. تمام، چاکریم. دمت گرم. دمت گرم. چاکریم. خداحافظ. خداحافظ.